اسلام چیست؟ امروزها بسیاری از جوانان این سوال را پاسخ داده نمیتوانند. رسول خدا میفرماید بنی الاسلام علی خمسه ارکان فی دین. اسلام از 5 ارکان عبارت است. یکم، شهادت دادن ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، نیست معبود بجز خداوند یکه و یگانه و محمد رسول او و فرستاده اوست. و اقام الصلاة، نماز گذاشتن و ایتاء الزکاه، زکات دادن و حج البیت، حج گذاشتن اگر امکانیت باشد و صوم رمضان و روزه داشتن. یعنی این معنای آن را دارد که اگر یکی از این 5 ارکان ها نباشد ما مسلمانی حقیقی شماریده نمی شویم.